برای زوم این زوم اوت روی کنوا از یکی از ویدیو کنوا استفاده کردم. اگه از ویدیو خودتون میخواین استفاده کنید مکشور کنید که حتما این اتچ روی بک‌گراند شده باشه. اگر که ویدیو که میاریم به این حالته شما روش رایت کلیک کنید ست ویدیو از بک‌گراند رو بزنید حتما. خب اولین کاری که میکنم میام اون قسمتی که میخوام زوم روش اتفاق بیفته رو انتخاب میکنم. مثلا از اینجا من میخوام زوم بشه، از اینجا رو رایت کلیک میکنم، سپلیت پیج میزنم، یه ذره میام جلوتر، میخوام قسمتی که اینجا میخوام زوم بمونه دوباره تو سپلیت پیج میزنم. مثلا قسمت وسط میخوام روش زوم اتفاق بیفته بیاد روی این دو مرتبه برگردم. میایم اول این وسط رو یه ذره میخوایم زومین کنیم. دو روش کلیک چپ میکنید و اینو یه خورده زوم با ماوستون از اینجا درگ میکنید و زومینش میکنید تا جایی که میخواین نزدیک بشید به سابجکت. دوباره روش دوتا کلیک میکنید که برگرده به حالت اولش. خب حالا میان اینجا بین این دوتا ترانزیشن رو میزنید، میرین مثلا موو و این دیوریشنش رو یه ذره بیشتر میکنم، کنم فونت 6 میذارم و میرم همین کار رو با این دومی هم انجام میدم. بین این تا ترانزیشن رو میزنم، همین کار رو تکرار میکنم. خب اگه بخواین این قسمت دوم رو یه ذره اسپیدش رو به حالت نرمال، چون این الان روی اسلوموشنه دیگه، روی این دومی که بزنید اگر برین روی پلی بک میتونید اینم یه ذره زیاد کنید که مثلا حالت دویدن عادی به خودش بگیرید. از اول پلی میکنم.